سلام دوستای عزیز، در اینجا آمدیم در یکی از مارکت های در فلی مارکت. و دوستای عزیز در اینجا که میبینه همه سبزیجات در اینجا میفروشن. در تنها در روزهای شنبه، یک شنبه و پنج شنبه اینجا چیز باشه، در 3 دفعه در یک هفته. و دوستای عزیز در اینجا خیلی سبزیجات مثلا سیب در اینجا میفروشن با قیمت های کم. مثلا سیبای سرخ و سبز و $1.49 میشه. و در اینجا تکس فری هست، به معنی که مالیات نمیگیره دوست عزیز. و در اینجا همه سبزیجات که در اینجا کارداری هست نزدیک مسیساگا سنتر، در مسیساگا. و امو دوستای عزیزی که در کانادا هستند، در تورنتو، در مسیساگا هستند، میتونن بیاین در اینجا و از همین سبزیجات بخرن. و در اینجا خیلی با قیمت خوب است و در تکسیری است، یعنی که مالیات و شهر نمیتن. مگه مثلا در والمارت در جایی که میری در اینجا خودش تکس میگیرن از دوستای عزیز. و اینجا مگم تکس فری است، تکس نمیگیرن. و دوستای عزیز یکان تصویر دیگه ببینه. دوستای عزیز در اینجا قدر جد نفر میاد که خی و دوستان عزیز جاد معلومات از این که میخواهی برید در ویدیو داخل یوتیوب چنلم در لایف این کانادا که میال در این دیده راسته میتونه در اوجا یک ویدیو زیادتر هسته که همه معلومات درباره اینجا رو میته براتون دوستان عزیز. و بره او ویدیو رو تعقیب کنه تا بفهمه معلومات زیادتر معلومات از این فلی مارکت. دوستان عزیز یادتون نره که لایک، سابسکرایب، کامنت، شیر کنه و خداحافظ. و یگان ویدیویی که دیگه داخل یوتیوب چنل که پست میکنم شما خودتان ببینید، تعقیبش کنید دوستان عزیز. خداحافظ.